با ستاره شو، ستاره شو. بچه‌های گل انسانی، بریم واسه تحلیل یک تست خفن از فلسفه. گفته چرا صوفیست ها به فن سخنوری و وکالت اشتغال داشتن؟ خب عزیزان دقت کنید، باید این رو توجه کنید که مهمترین دغدغه صوفیست ها این بود که چی؟ که اینها برن فن سخنوری رو یاد بگیرن، برن شیوه ها و روش های در حقیقت مغالطه‌گری رو یاد بگیرن، یعنی به غلط انداختن مخاطب رو یاد بگیرن. برای چی؟ برای اینکه بر رقیب، بر حریفشون پیروز بشن. ببین این نکته مهمیه. پس مهمترین دغدغه صوفیست ها اینه که اینها میرفتن سخنوری رو یاد میگرفتن، در حقیقت به این کار وکالت اشتغال پیدا میکردن و مغالطه‌گری رو روش‌هاشو یاد میگرفتن تا به این هدف اصلی برسن که چی؟ که بر رقیبشون پیروز بشن، حالا هر که باشه رقیب. این مهمترین هدفشون بود. حالا در بین گزینه‌ها ممکنه گزینه‌هایی باشه که جزء در حقیقت تفکرات صوفیست‌ها هست، اما مهمترین هدف نیست. اینو باید مد نظر داشته باشید. پس گزینه یک، چون هدف آنها صرفاً پیروزی بر رقیب بود. یعنی چی؟ یعنی حدی که میگه صرفاً یعنی هدف اصلیشون. همونطوری که توضیح دادم همین گزینه دیگه. گزینه یک جواب صحیح است. حالا گزینه دو، چون می‌خواستن در برابر سقراط پیروز بشن. اینجا یه سوال پیش میاد، صوفیست ها قبل از سقراط بودن یا بعد از سقراط؟ اینا قبل از سقراط بودن، یعنی تفکرات صوفیست ها و صوفیستگری ها اینها قبل از سقراط هم بودن. پس این که میخواستن در برابر سقراط پیروز بشن این گزینه غلطیه. چرا؟ چون اینا اصلا از قبل هم بودن. گزینه دو میره. سه، چون معتقد بودن حقیقت قابل شناخت نیست. اینجا توجه کنید، این جمله جزء تفکرات و عقاید صوفیست ها بوده، یعنی صوفیست ها اعتقاد داشتن حقیقت اصلا قابل شناخت نیست. اما داره اینجا، اما این هدف اصلی و در حقیقت دلیل اصلی برای صورت سوال نیست. همون نکته‌ای که اول خدمتتون عرض کردم که هدف اصلی اونا چی بود؟ که بر رقیبشون پیروز بشن به هر بهانه و با هر ابزاری که شده. حتی ابزارهای غلط رو به کار می‌بردن. پس گزینه 3 جزء تفکراتشون هست اما دلیل اصلی نیست. 4، چون میگفتن هر کس هر چه بپندارد حقیقت است. خب الان ببین عزیزان، ما در قسمت 3 گفتیم اونها هیچی رو به عنوان حقیقت در حقیقت نمیپذیرفتن، برای حقیقت هیچ ارزش قائل نبودن، که اصل حقیقت و واقعیت رو انکار می‌کردن. از صوفیستا دقتون عزیزان، اصل حقیقت و واقعیت و اینا چی؟ اینها اصلا خط می‌کشیدن روی این درصدی براش ارزش قائل نبودن که بگیم حالا یه مقداری مثلا فرض کن اعتقاد به حقیقت و واقعیت داشتن. خیر، اینها اصل، این کلمه رو دقت کنید، اصل حقیقت و واقعیت رو رد می‌کردن، انکار می‌کردن. پس گزینه 4 هم میره جواب صحیح گزینه 1 و تمام.